بچه که بودیم فکر می‌کردیم خدا ناظمه، مثبت منفی، برو بشین. کار خوب کردیم مثبت، کار بد کردیم منفی. بزرگتر که شدیم فهمیدیم نه، خدا با آدما کمک میکنه. زندگیت مثل یه موتوریه، مثال میگم موتور که فرمانش دست خداست و جلو نشسته، بنزینش هم خودش ریخته. به تو میگه نمیخواد کاری بکنی، نمیخواد فرمون دستت بگیری، نمیخواد بنزین پر کنی، فقط یه کاری بکن، منو محکم بگیر، میبرمت، از همه جا ردت میکنم، از لای ماشینا، از کوچه پس کوچه ها. تو فقط چشاتو ببند. 25 سال پیش 8 سالم بود، دایی میخواست ما رو ببری جایی، من جا نشدم تو ماشین. گفت من موتور دارم، هیچ وقت یادم نمیره من موتور میترسیدم، وحشت میکردم، برای اولین بار موتور سوار شدم. گفت نه ترس، به من اعتماد کن. وقتی سوار موتور شدی سرتو بچسبون رو پشتم، چشتم ببند، منو محکم بگیر. 10 دقیقه بعد چشتو باز کن. رسیدیم. من این کارو کردم. صداها رو میشنیدم وقتی که داشتیم میرفتیم، ولی جرأتی باز نکردم چشامو باز کنم. وقتی رسیدیم دیدم بله دایی منو آورد و سلامتم رسیدیم. با خودم میگم اون موقع به داییت اعتماد کردی، هنوز به خدا اعتماد نداری؟ خدا بهت گفته منو ول نکن، میبرمت دیگه، کاریت نمیشه، فقط منو محکم بگیر. من با خدا حرف میزنم، من با خدا دعوا میکنم، بعد گریه میکنم، بعد آشتی میکنم. یه عشقیه که مقصر چه اون باشه چه من باشم، آخر قضیه عاشق و معشوقیم دیگه. حالا کنار میایم با هم دیگه. و اینکه من خیلی چالش هامو پیشش میبرم، مینویسم، باش حرف میزنم، میگم این کارو کردی اینجوری شد، این کارو کردم اینجوری شد، حالا به نظر تو این کارو بکنیم چه جوری میشه. اصلا باش معامله نمیکنم، برای اینکه میدونم اگر بخواد میده. از وقت انقدر بهش میگم مرسی به خاطر اون چیزایی که دادی، مرسی به خاطر اون چیزایی که ندادی، مرسی به خاطر اون چیزایی که دادی و میخوای بگیری، مرسی به خاطر اون چیزایی که ندادی و نمیخوای بدی. و من دارم خودمو تیکه پاره میکنم براش.